درود بر شما دوستان و همراهان عزیزم. آموزش شامی مرغ رو داریم، بریم که آماده کنیم. برای پخت این شامی احتیاج داریم به 1 عدد سینه مرغ خرد شده، 1 عدد فلفل دلمه که با همون آسیابش میکنیم، 1 عدد پیاز، 3-4 عددم سیر. ادویه هایی که لازم داریم برای پخت این شامی: 1 پیمانه زیره، از 1 قاشق مرباخوری برای پیمانه استفاده کنیم. مقدار کمی زردچوبه، همون 1 قاشق مرباخوری کافیه. نمک، فلفل سیاه، 1 پیمانه زنجبیل و 1 استکان زعفرون دم کرده. گوشت مرغمون رو به همراه فلفل دلمه و سیر و پیاز کاملا آسیاب میکنیم یا با گوشتکوب برقی مخلوطش میکنیم. بعد ادویه هایی که داریم و داخلش میریزیم، همه رو با هم ورز میدیم. 2 قاشق غذاخوری بزرگ آرد نخودچی بهش اضافه کنیم و 1 مقدار زعفرون، مقدارش به دلخواهه. 1 ماهیتابه مناسب روی گاز بذارین، 1 مقدار روغن داخلش بریزین داغ بشه. دستمون رو یکم مرطوب میکنیم یا چرب میکنیم. به اندازه 1 تخم مرغ بر میداریم از موادمون. به این شکل با دستمون روش رو صاف میکنیم. حالا به شکل بیضی یا گرد داخل روغن داغ میذاریم به این صورت. بله، به این صورت که من دارم میچینم. به آرومی کنار هم شامی ها رو قرار میدیم. دونه به دونه چک میکنیم که هر دو طرفش سرخ بشه به این شکل. چون زعفرون زدیم 1 مقدار سرخ بشه قرمز هم میشه. البته گوشت مرغ سفیدتر از شامی های گوشت قرمز در میاد. چند عددم گوجه فرنگی رو حلقه میکنیم داخل همون روغنی که شامی ها رو پختیم، هر دو سمتش رو سرخ میکنیم. خب عزیزانم، شامی های مرغ ما آماده شده. به همراه گوجه و چند پر فلفل دلمه برای سرو گذاشتم. 1 مقدارم سالاد درست کردم. امیدوارم که شما هم درست کنین این شامی ها رو، از خوردنش لذت ببرین. یادتون نره کانال ما رو سابسکرایب کنین و با انگشتای نازنینتون حتما لایک بفرمایید. کامنت های شما اسباب دلگرمی ماست.